دلوار بودوف وکیل مجلس جماعت دهاتی توگرگ می باشد. در دوره بیماری کرونا از فعالیت مهنتیش دور نشده در دهه عبرت بین ساکنان انتخاب کنندگانش اوید پیشگیری و پنشوی این بیماری کارهای ترغیباتی میگذراند. از روی امکانیت مثل امروز با اویله‌های نیازمند موادهای آنتیسپتیکی تقسیم میکند. امروز ما بسیار کارهایی که اویدی اصول خانه به خانه فهماندهی اویدی کووید 19 که دوی ما در بین جامعه هستیم فهماندهی میگذرونیم. بعدا یکم درجه که اول همسایه‌مون نزدیکیمون فهماندهی کردیم، بعدا که در آخری با دیها فهماندهی گفته گذاشتیم که هم استفاده بردن زمین‌های نزدیک‌حولیگی و بعدا کووید 19 فهماندهی کردیم. بسیارتر همین دیها در سوی کورا هستند، بعدن که آدمایی که سخاوتمند هستند که اونا بسیارتر نقاب و دیگر چیزایی که هستند با همون آدمای نیازمند ما در مثال که میارم میتن ما تقسیم شده میکنیم. در جماعت دهات توگرگ 7 دهه موجود است. بین آنها دهه عبرت یکی از کلانترین دهه‌ها میباشد. این نوارها از مجلس نوبتی جماعت دهات توگرگ یک روز پیش از سال نو ثبت گردیده است. این آدمان وکیلان مجلس محلی نمایندگان دهات هستند. بین وکیلان مردمی جای دلاور در صف پیش است. وکیلان مجلس محلی از نتیجه کارهای انجام دادهشان در محل اوید پیشگیری بیماری کرونا حسابات میدهند. با اهالی صحبت کرده سپور و مصلحت ها میدن نماینده و مرکز سلامتی باشد اویدی من پیشگیری کردن رعایت کردن من پاندمی کووید 2019 و اویدی ثمرناک واقعا استفاده زمین‌های نزدیک‌حولیگی و پرزیدنتی و مردم دستور سپارش و آگاهنامه دسترس کرده شده است. دلاور کارمند حزبی است. وابسته به فعالیت کاری امکان دارد که ملکه کسبی خود را بلند بردارد. در سمت فعالیت وکیلی از تجربه وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان استفاده می نماید. از همین سبب در چنین جامعه واخوری‌ها اشتراک دارد. در این واخوری از فعالیت وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در دوره کرونا وکیل مردمی اطلاع داد. پیش از همه مردم از قاعده‌های عادی سانیتری گیگینی خود را رعایت کنند، خود را محافظت کنند. این پیش از همه راه اساسی از این کسری امین نگاه داشتن خیلی مردم است. این چیزی اساسی است که ما میخواهیم همه وقت، چون که وقتی یگان کس که یگان تمنیات میکنی البته پیش از همه با او تنی صحت آرزو میکنی. از همین لحاظ با جامعه هم فرد سالم که لازم است با این مسئله ها حکومت مملکت هم از اون جمله البته حکومت قانونگذاری مملکت دقت مخصوص میدهد. ما اگر شما دیده باشین در جلسات علاقه ما مسافه های اجتماعی را رعایت میکنیم. جلسه های ما یک چند مدتی هست که بعد از این شروع کردن کار خود ما علاقه در تالار تاریخی جلسه را میذاریم، چون که در تالاری که ما دایم میگذراندیم این شرایطی که امروز ضروری هست برای من همین کسلی در اونجا موافق نیست. برای همین ما شما میدونید من این کار از خودی مقامات بالای قانونگذاری یا حکومت اجرایی مملکت علاقه این چیزها همچون نمونه همچون یک دستور برای ما هم هست البته و این چیزی است که حتمی است رعایت کرده میشد و از شما هم خواهش میکنم که همین مسئله های حفظ سلامتی را قاعده های عادی ترین من نگاه داشتن از همین بیماری صورتی را در جاهای کاری، در کوچه ها، در خانه هاتون البته رعایت کنین و نزدیکاتون و پیوندانتون در این چیزا را تلقین کنین که همینا را رعایت کردن ضرور است. این چیزی این مسئله بسیار مهمی باشد. اما بسیار وقت همین شهروندان را میگیم که مسافه خودشون رعایت نمایند، بعدن هر روز دستاشون و دستاشون با صابون بشویند و چیزایی که هستن که موادهای آنتیسپتیکی هستند استفاده برند دویم. بعدن که فرزندایی که در مکتب ها میخوانند او را دویم ما میگیم که همینا به نقاب و به همین آنتیسپتیکی در مکتب داخل نشوند. با آن نگاه نکرده که بیماری کرونا خروج دارد وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در محلها با وکیلان مجلس‌های محلی و ساکنان واخوری و ملاقات می‌گذرانند. در این ملاقات که در دهه کدوچی جماعت دهاتی به نام میرزاعلی وایس گذشت وکیلان مجلس‌های محلی اشتراک دارند. در عین زمان یک از مسائل تشهیر این کووید 19 است که در اختر چندین وقت ادامه کرده شده است.
همه این صد فهمیدن در کردن که ما همچون وکیل مثل وکیل خلقی نهایی داریم در بین اهالی در بین خلق هستیم و فهماندهی میکنیم در حقیقت خود سلامتی از اویله خیلی سر میشه سرچشمه میگیره از همون راهبری اویله اگر خودش راهبری اویله مسئولیتی بالان هیچ که نسبت این فرزنده از اون عبرت میگیرن عبرت شخصی میگیرن و نسبت این کار فعالیت میکنن پیش از همه توزیعی است از اینم قریب بهار جسم ما باید پیش از همه در خانه و حوله خود رو توزیع آزاد کنیم توزیعی از این سر میشه از توزیعی از خود شخص خودش از فرزنده سر میشه همین اگر ما توزیعی رعایت کنیم ان شاء الله واقعا مسافر رو رعایت کنیم و اون قاعده‌ای که واسه کووید و خود خلق داده است هر روزه واسه اخبار عمومی او را داده است اگر رعایت کنیم من باور دارم که این کسل از بین ما میره ان شاء الله رفته شده است باز میرود و این را خلق حس میکنه آینده ان شاء الله خود دیگه همین خیلی کسل در بین خلق نمیمونه عبدالحمید ازارов وکیل مجلس جماعت دهاتی به نام میرزاعلی وایس میباشد در این گوشه ترغیباتی که همچون وکیل آن را عبدالحمید ساخته است اوید بیماری کرونا ویروس راههای پیشگیری آن معلومات پیدا نمودن ممکن است غیر از این با اقدام عبدالحمید در محله های دهه کدوچی کارهای بی‌ضررگردانی انجام داده شدند طبق نقشه چهاربینی خود برای پیشگیری از بیماری کووید 19 در همه محله ها با یکجایگی وکیلان جماعت مجلس و واخوری‌ها برگزار نمودند برای رعایت حالت‌های سانیتری محله‌ها هر روز شنبه و یکشنبه برای تازه کردن پرتوها تدبیرها می‌جویند. جماعت دیوتی به نام زالی وایس در جنبست سال این سال با نقشه گرفت که در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره ثمرانک و کرونا استفاده بردن زمین پیشگیری از این بیماری کووید 19 تدبیرهای سودمند اندیشیدند. امروز وکیل‌ها در هر محله با گردش خانه به خانه با اهالی آگاهنامه داده ایستادند که اساس آگاهنامه داده جماعت دیوتی بنابراین این یکم استفاده ثمرانک زمین‌های نزد حولگی دوم استفاده صرفه‌جویانه قوای برق و سوم پیشگیری از آفت سال 2020 که کووید 19 در تمام جهان را با تشویش آورده بود و همه اهالی آگاهنامه و دستور و مصلحت‌ها داده ایستادند. در دوره کرونا ویروس فعالیت وکیلی خود را عبدالحمید در همبستگی با وکیل مجلس وکیلان خلقی ناحیوی حکمت‌الله حمیدوف براه مانده است. از در هم بسیار جاهای جمعیتی من همون نشانه‌های شوراهایی که وابسته و من همون خیلی کووید 19 بنده‌اش هستند در موندیم در بین اهالی دویم من صحبت میکنیم من اساسا والدین آموزگاران می‌گذاریم در بین پدر و مادر همش این مسئله رو فهمیدیم و سوال جواب زیاد کردیم و اون دستورهای متدی که ما دسترس خود میکنیم به اهالی دسترس میکنیم و هر یک از خانه خودش اعتبار جدی میده تا حوالی تو مکتب و مؤسسه تعلیمی هست ما بسیار وقت در جمعیت و مسافر رو ریا میکنیم من هم نقاب‌های هستن از این خنیکه بین هر یک کس نقاب خشد داشته هم از تاثیر خنیکی از همین کسلی و از این خلق داشت فهمیده ایست میکنه ما باوری دارم که به نظام خودش در آمده است آینده این کسل از بین نویس میشه. حکمت‌الله حمیدوف همچون وکیل راهبر گروه کاری ستاد ناحیوی اوید پیشگیری و پنجشنبه بیماری کرونا ویروس در جماعت دهاتی به نام میرزاعلی وایس میباشد. در دوره بیماری وکیلان مجلس‌های محلی از گرمخانه‌ها دیدن نموده استفاده ثمرانک زمین‌های نزدیک حولگی را به اهالی توصیه می‌دهند. وظیفه اصلی گروه کاری با خلق واخوردن گذراندن صحبت و جماعت درباره صرفه سرشته‌کاری برق استفاده برای زمین‌های نزد حولگی تشکیل کردن گرمخانه‌ها و تیاری به خود عید نوروز میباشد. من چیزی که ما شاهد آن شدیم قریب این را همش خلق فهمیده است درک کرده است و در اساس دستور سپارش‌های جناب عالی کاربر کرده شده است. ما در گرمخانه بودیم گرمخانه از برق استفاده نبرده است. خلق این را نصب فهمیده است از پیچ‌ها و انگشت شوری استفاده میبرد. این با اون است که آینده ما صرفه برق کنیم و زندگی آسایش خود را دهوندیم. ما باوری دارم که همین گرمخانه در این حدود جمعیت واسه بین نهایت بسیار است. مردم در اونجا کار کرده است. من دیگر شخصیتان در اونجا کار فعالیت کرده است که این برای پیشروی اقتصادیاتی جماعت و این چون حفظ اجتماعی و معنویات خود اهمیت بین نهایت کلان. قهرمان گزارش ما دلاور عبادوف وکیل مجلس محلی در سمت پیشگیری بیماری کرونا ویروس کارهای زیادی را به انجام رسانیده است. او میگوید که رعایت قاعده‌های بهداشتی گروی سلامتی آدمان میباشد.